خبرداری عزیز سلام علیکم. این چیکار می‌بینید؟ تلفن‌های دست صفحه تیار شده. نه خدا خواهد اینیا باشن تاجیکستان میروند. اینا تاجیکستان میروند. اینا باشن روسیه. همین پشتوهای روسیه. مثلا تریتوری روسیه میروند. اینو طرفای تاجیکستان. این باردار من دوشنبه دست ابرو بیا پامه گرفته است. دوشنبه چی تلفن روسیه نمیدونم. دادرش. این دوشنبه اپا ایران دوشنبه میروند. این تلفنم دوشنبه میروند. تا خراسان میرفت این تلفن و تلفن دیگری هم دوشنبه میرود. تلفن هم چه کارو که ابیش کنی ابیش این تلفن باشد پشتای این یوش باشد پشت دست کجا میرفت اسی اکوشینو میرفت اسی تلفن اکی الهام این پشتای دیگریش باشد ثابتوف عبدالرحمن خوجا اکی بفکرم ای پیتر زکات کرده تلفنی که ردمی اس یا تلفن خرید یا تلفن یا برید همین تلفنای اکی عبدالرحمن خوجا و دیگری باشد تک حکیم زاده پرویز مشهور کینو ماروشکینو بخشش تک ماروشکینو میرفت است این تلفن و یا دیگه هسته سن پیتربورگ اکی امید جان و خدا خواهد پشتو رو همین روز میبرم میسپرن بارداره که دین زکاس کردن مقصد دین زکاس رو قبول میکنن یا روز مثلا هم زکاس هم روز قبول میکنن پگاج تیار میکنن و تاجیکستان هم زکاس رو یا روز قبول میکنن پگاج دوجه قبول میکنن و مسئله отправка بارداری عزیز مسئله отправка هم خیلی اگر پشت روسیه باشه اوج پروگرام نشون داد میگه که کامera سه همش در پشت روسیه نشون میده و مسئله دستافگوی تاجیکستان بودن میگم در مسئله روون کردن خاطی کم در زدش که است میفهمم رحمت کنم برای کسایی که اوج کم میشه فهمیدن و صبر کردن کم تا زدش که دیگه مو حرکت کردیم که هرچی براختر رو کنیم در ویدیومون میگفتم که یک روز سه روز وزیرش کم تر زدش که میشه یک روز سه روز نه مثال دبانی 4 روز 5 روز است بعضیش یک هفته درجه است وزیرش سیتواسیا میخلای امیدوارم خوشدار میکنه و ما حرکت میکنیم که با سرویس خوبتر و بهتر کنیم و کسانی که در همین خیلی وزبینی در دستگیری ایمان رحمت کلام ان شاء الله تلفن شما کدومش قبول میشه مثلا شما زکات میکنین جوش دا قبول کرده میشه به یگون خاطری و حتما روون کرده میشه فقط مسئله زدش که همون تماش گذاشتنش کم تا پرابلمش دست این مثال یک روز دو روز زیادتر زدش که میشه و بارداری که مثال تلفن زکات میکنین مثال روز جمعه زکات میکنین روز شنبه یک شنبه امو چیز کورئرسکی служба مثلا مو کارگو کور نمیکند روز شنبه یک شنبه تاور روون نمیکند میذارم با اینو باید بگیرین خوش میکنم مثلا روز جمعه وقتی که زکات قبول میکنیم اوج مو شنبه یک شنبه و روون کردن نمیتونیم این اوج که مو روز جمعه روون میکنیم روز شنبه یک شنبه قبول کردن میتونیم و отправка خدا خواهد روز دوشنبه میشود مثلا مو بریم در هر گونه مسپریم отправка روز دوشنبه میشود من خودی بارداری عزیز کسایی که ما رو درک میکنن و پادرش کرده هستن رحمت کلام و امیدواریم ما را دستگیر کرده میشن و ما مشاهد حرکت میکنیم سرویس خوبتر و بهتر کنیم و برای زکات کردن تلفن ها رقمی که در روی اکران دیدین هم دائم در رقم واتساپ شما مراجعه کنید دستافک به همه شهرهای روسیه و تاجیکستان داریم. سلامت باشین تا ویدیو دیگر با شما بود امید جان تکنوبلوگ.